سلام دوستان عزیز، من محمد مهدی هستم از کانال رد اسپارکس. ما اومدیم امروز با چالش هاردکور بریم چند تا درخت قطع کنیم، بعدش بریم غار. من نمیخوام این پارتو زیاد طولش بدم، وقت ویدیو زیاد میشه و حوصله شما هم سر میره. بعد شما لایک، کامنت و سابسکرایب یادتون نره. بعد به من پیشنهاد بدین که تو این هاردکور به نظرتون چند روز زنده میمونیم و پیشنهاد بدین چه کارهای خطرناک یا عجیب غریبی انجام بدین. الان چوب ها رو میکنیم، بعدش میریم یه غار، چند تا سنگ میزنیم و میریم. حیوان ماب که نه ببخشید، حیوان میکشیم و غذا رو به دست میاریم و تمام. بعدش در پارت های بعد کلی کارهای عجیب غریب و خطرناک یا شگفت انگیز انجام میدیم. صبر کنید من این چوبا رو بکنم، بعد بریم سراغ ماین در غار. بریم سراغ غار، چند تا سنگ بکنیم، زغال چیزی هم باشه بکنیم که بعد در پارتای بعد خونه و اینا یا شاید هم رفتیم ماجراجویی کنیم. من همین دیروز این کانال رو ساختم، یک شورت ویدیو هم در کانالمون هست، میتونیم بریم اون هم تماشا کنیم. اون جنبه شوخی داره. استیکو بسازیم، بله، چند تا سنگ بکنیم، کلنگ سنگی بسازیم، بعد بریم با کلنگ سنگی ماین کنیم. کلنگ سنگی، چند تا سنگ، بکنیم. من صدای خود بازی رو قطع میکنم که مزاحم نباشه. صدای بازی قطعه بچه ها، فقط صدای من رو میبینید و تصویر. الان فرنس بسازیم، تبر رو هم بسازیم، شمشیر رو هم بسازیم. بریم یه چند تا کول یا به اصطلاح همون زغال اگه باشه ماین کنیم. زغال بالا بود، بریم اگه پایین نبود بریم اون بالا ماین کنیم. بریم ببینیم. بچه ها حتما حمایت کنید تا من انرژی بگیرم و زود برای شما ویدیوهای خفن بسازم. چند تا زغالم اینجا بکنیم و بعد بریم ما با هم بکشیم. چند تا گوسفندی، گاوی، خوک اینا رو هم بکشیم و بعدش آخر ویدیو هم من با شما صحبتی دارم. چند تا زغال بزنیم اول، بریم سراغ ما. ماب ها رو هم کشتیم و الان به آخر ویدیو میرسیم. یه ذره گوشتا رو بذاریم بپزه و من با شما صحبت کنم. دوستان حتما حمایت از من رو فراموش نکنید، زنگوله سابسکرایب، لایک و کامنت رو فراموش نکنید. من تازه ساخت ویدیو رو شروع کردم، حتما ازم حمایت کنید، انرژی بگیرم. خدافظ. سابسکرایب یادت نره رفیق.